عزیز برادر خواهش میکنم دوستان عزیز و گرامی، هر یکی شما که اینجا آمدین البته اظهار محبت است، البته اظهار محبت است و الا که مثل شما دیگر اشخاصی هست که در این اثنا به معصیت و به گناه آلوده هستند، لیکن شما در همین سختی مشکلی در همین ازدحام بسیار آمده به خاطر شرکت کردن در جنازه یک دوست از دوستای خدا هست. ان شاء الله این خودش یک اظهار محبت است. حبیب خدا علیه السلام به حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دستور دادند که ای انس در دنیا تو اگر صبح و شام میکنی، هر کاری میکنی صبح و شام میکنی، قادر باشی بر صبح و شام که صبح و شام کردی، هر کاری که میکنی در دل تو کینه و کدورت و عداوت نسبت یک بنده مومن نباشد، باقی عمل تدمم دادن بگی. یک مفهومی ساده ای حدیث. بعدا حبیب خدا علیه السلام گفتند که المرء مع من احب، شخصیت همراه کسی خواهد شد که در دنیا به او اظهار دوستی کرده باشد. کسی در دنیا به کدام طایفه آدم اظهار دوستی و مهربانی کرد، روز قیامت از جمله اونها میخیزه. یا دیگر جا حبیب خدا علیه السلام گفتند یحشر المرء مع من احب، شخصیت وقتی که قیامت برپا می شود مردم طایفه به طایفه همه از قبرستان می خیزند، اما کسانی که به مثل شما امروز برای اظهار تسلیت و برای سوختن دل و برای شرکت کردن جنازه دوست خدا آمدن، ان شاء الله امید است که طبق دستورات حبیب خدا علیه السلام روز قیامت همراه حبیب خدا حشر شویم و خداوند این نعمت عظما را برای ما و شما نصیب گرداند. و کسی که در دنیا چگونه عمل کرد پاداش او را میگیرد. حضرت بزرگوار در یک نظمشان فرمودند که چون سگ دامان پاکان را گرفت، پاک گشت و طبع نیکان را گرفت. سگ اصحاب کهف برای اظهار دوستی و کمال دوستی همراه صاحباش در غار داخل شد. روز قیامت خداوند چند طایفه حیوان همراه صاحباش داخل جنت میگردانه. برای حیوانات داخل جنت نیست، در آمدن در جنت نیست، لکن به استثنای چند حیوانی که اونها داخل جنت میشوند. وقتی قیامت برپا شد از حیوانهای شاخدار قصاص گرفته می شود. دیگر حیوان هایی که در دنیا تا قیامت صید و شکار دیگر حیوان بدن، وقتی قیامت برپا شد اینها از اونها قصاص می گیره. بعدا به اینها امر می شود که شما بر یک بارگی همه خاک شوین، لکن چند حیوان همراه صاحباشان داخل جنت می گردند. یکی از او را گفتن که هدهد سبا، هدهد حضرت سلیمان علیه السلام. حضرت سلیمان علیه السلام پرنده ای داشتن، در اصطلاح ما و شما ملا هدهدک میگیم. همین جهت خبر آوردن، خبر بردن، مکتوب آوردن به هر طرف او را ارسال میکرد. روز قیامت همین هدهد برای خدمت انا همین دوست خدا داخل جنت میشود. دیگر بزرگا گفتن که شتر حبیب خدا علیه السلام یا خر حبیب خدا علیه السلام داخل جنت میگرده. و دیگر گفتن ناقه حضرت صالح علیه السلام داخل جنت می شود. و از این طبقه سگ اصحاب کهف هم به خاطر آن که همون محبت و دوستیش از صاحباش کنده نکرد، همراه اونها داخل غار شد و در اونجا پوسیده رفت، همون سگ روز قیامت برای اظهار دوستیش خداوند او را داخل جنت می گردانه همراه صاحباش. در یک روایت آمده است میگه یک شخص روز قیامت برپا میشوه، در زیر ترازوی اعمال میبرنش. ملائکه ها نظر میکنن میگن پروردگار در این بنده یگان عمل خیر و حسنات دیده نمیشوه. خداوند میگه که من از خیر حسنه این آگاهی دارم، شما خوب تفتیش کنین. هر چند نگاه میکنن میگن پروردگار هیچی نیافتیم. خداوند میگفته است از این بپرسین که
در دنیا به یگان عالم و یگان دوستی من رابطه و اظهاری دوستی داشت یا نداشت؟ بعدا او را میپرسنش، میگن تو در دنیا به یگان اهل علم، به یگان دوستی خدا، به یگان اولیا رابطه داشتی، دوستی داشتی؟ میگفته است که متاسفانه نداشتم. همیشه به همراه آدمای بدکار و بیهودکار میگشتم. بعدا ملائکه ها به عرض میرساندیان که پروردگارا، این بنده در دنیا دعا میکردیان که پروردگارا، مناجات میکردیان که پروردگارا Ama şunu rakama ki bula uçuyor, şunu uçuyor. ملائکه ها میگفتیان که پروردگارا این بنده در دنیا به یگان دوستی خدا رابطه نداشت، یگان عالم، یگان اهل علم، یگان دوستی تر دوست نمی داشته است، باز اونها هم نشینی نداشته است. خداوند میگفته است که شما بپرسین که در دنیا یگان رفیق داشت که رفیق ای هم نشین و هم صحبت کدام دوستی ما باشد. میپرسنش که تو خی حد اقل در دنیا یگان دوستی داشتی که او دوستی تو به یک دوستی خدا رابطه و دوستی داشته باشه. بعدا میگفته است که فلان رفیقم، فلان دوستم با فلان عالم و با فلان شیخ رابطه داشت و هم صحبتی داشت و دوستی داشت. خداوند میگفته است جهت اظهار محبتی که برای دوستی من کرده است، ما ایره شفاعتش کردم، ما ایره به شفاعت بزرگان نائلش کردندم. و این هم دوستان عزیز، آمدن شما این هم اظهار محبت است و این هم دوستی است. البته دوستان عزیز، حکما گفتن قدری نعمت بعد نعمت غیر آه و ناله نیست. حضرت داملا حضور داشتن، کم رغبتی میکردیم، به اعتباری میکردیم، در صحبتش کم می نشستیم، سخناش نمی گرفتیم، به زیارتش هم نمی آمدیم یا بی پرواگی میکردیم. اما وقتی که امروز شده است، همه ما افسوس میخوریم که چرا ما یک روز پیش یا یک هفته پیش آمده هم صحبت حضرت نگشتیم، چرا در صحبت حضرت حضور نیافتیم. گفته تأسف میکنیم. بزرگوار گفته است از دیده کی رفت بد افسوس خوریم. بزرگوار گفت است از دیده کی رفت بد افسوس خوریم، در زینه خود ریش جهانسوز خوریم. وقتی که شخص معتبر و مشهور و معروف، آدمی بزرگ وقتی که از دیده ما و شما میروه، بعد ما افسوس میخوریم. بعد افسوس میخوریم که ای کاش ما یک هفته پیش می آمدیم با حضرت می نشستیم. از دیده کی رفت بد افسوس خوریم، در سینه خود ریش جهانسوز خوریم. تنها تیر ماه یا داریم و بهار، تنها شبی تار ما غم روز خوریم. همون چرا بوستیم شب جمعون آخری سوزو سوید؟ بشینه نه مردم بشینه رو ما همون کسی از با هم راش بیای بشینه شما همه چی نکنید. بشینین بشینه التماس